تشخیص نوع پوست. قدم اول، ابتدا پوست را با پاک کننده های ملایم و معمولی کاملا تمیز می‌کنید. هر گونه آرایش، چربی یا گرد و غبار را از روی پوست پاک کنید. قدم دوم، پوست را با حوله‌ای نرم به طوری که آن را به آرامی روی پوست خود بردارید و بگذارید خشک کنید. از مصرف هر گونه مرطوب کننده و یا سرم پوست اجتناب کنید. اجازه دهید پوست شما به حالت طبیعی خودش برگرده. قدم سوم، 1 ساعت صبر کنید. در طول این مدت به صورت خود دست نزنید. در برابر هر گونه وسوسه مقاومت کنید. بعد از 1 ساعت از نزدیک به پوست خود نگاه کنید و به کیفیت آن نیز توجه کنید. نوع پوست خشک است اگر دچار خارش، کشیدگی و پوسته شده است. نوع پوست چرب است اگر پوست شما چرب شده و برق می‌زند. در ناحیه تی صورت چربی بیشتری از خود نشان می‌دهد.